شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار هفتم. قصه جلتورینی را زدنی پدرم. فصل بهار روزی بازار بوده است. وقتی بهار عادتاً بقیه حاصلی پارسال به آخر می رسد، اما حاصلی نو حالا نپخته است. بنابراین بهار در بازار همه چیز قیمت می شود، حتی کوزچه که آن را در زمین نمی کارند. پدرم که آن وقت جوان بوده است ترددی بازار آوری می کند. همسایش 20 تین داده خواهش می کند که برایش جارو بیارد. ارزان گیری بقیهش از آن خودت می گوید همسایه به غمزتی جوان و غمزت کپی همسایه را به گوش حلقه کرده بازار می رود. در بازار جارو فروش را می یابد و به سودای جارو شروع می کند. در بازارهای شرق مال را صاحبش هیچگاه به نرخ گفتش نمی فروشد. چیزی به 5 تین ارزنده را 100 سوم گفتنش ممکن است. پدرم جاروبی خوبی بداشت را خوش می کند و می پرسد: می فروشی؟ نباشد اینجا چیکار می کردم؟ چند پول؟ 2 تنگه. جاروب اسب نیست که صدایش را از آسمانی هفتم سر کنیم. شودش را گویمان 2 تنگه. شودش چند پول؟ 2 تنگه. با 1 تنگه ده؟ 2 تنگه. بودو شدی پولم 1 تنگه. 2 تنگه. براسی دیگر پول ندارن. پول دار که شدی بعد بیا. چون سودا نمیپزد پدرم بازار رو 1 دور زده میبیند که در نزدیکی رسته مردم جمع شدن. آنجا رفته از قبطی آدمان کیت زده می درآید و می بیند که مردم خوانش محمود حافظ را گوش می کنند. محمود در حلق آدمان تنبور به دست حافظی می کرد. او گاه تنبور می نواخت، گاه دستش رو 1 بار روی تاری تنبور گذاشته سرود می خواند. همه گوش و هوش گشته بودند. اگر اینجا پشه پر زند شنیده می شد. 1 جوان پسر در وقت خوانش محمود سلفی، مردی سرسفیدی که ظاهراً پدری آن جوان بود، پسرش را از دور دور کرد. در چنین خاموشی که غیر از سرودی محمود چیزی به گوش نمی درآمد، 1 جلتورینی با همسایش گپ سر می کند. جلتورینی کاری نیک می کرد. با همسایش که اوری نمی دانست مضمون سرودهای محمود را می فهمانید، اما غرغر بی آرامی وی به دیگران خلل می رسانید. نمی ماند که سرود را گوش کرد لذت برند. غمزت جوان از این کاری جلتورینی به غضب می آید و از نوک آستینش کشیده می ماند، اما این به وی تأثیر نمی کند. پس خم شده به گوشش می گوید که خاموش شود، لیکن جلتورینی به این هم اهمیت نداده گپ زدن می گیرد. غمزت سراسیمه به اطراف نظر انداخته می بیند که جاروب فروش هم آمده سرود گوش کرده ایستاده است. دویده رفته جاروبی کلانی را گرفته با آن جلتورینی شلقین را خوب میکوبد. جلتورینی خود قفا گریخته هر زمان دوغ زده میماند، اما پدرم چنان خشمگین می شود که دوغش را هم پسند نکرده زدن میگیرد و آخر از آنجا زده پیش می کند. بعد پدر نزد جاروب فروش می رود که جاروبش را برگرداند. خودت گیر می گوید جاروب فروش، آخر پولی من 1 تنگه 2 تنگه می گویی، بی پول گیر. مزد رفتاری تو از نرخ تمام مالی من زیاد است. حالا در روی زمین جلتورینی های سرود را ویران می کرده که بسیار شده اند. افسوس که جاروب نیست و کسی نیست که آن جاروب را در سری آنها زند. به سخن خوبی نشانرس و برا در کوهستان چنین بها می دهند: این گپ به 1 اسبی زین و افضال دار می ارزد. از دفترچه خاطرات. علی علیف همسایی مخچقلگی من پهلوان پرزور چمپیون 4 کرته جهان است. بار او در استانبول با 1 پهلوان نهایت پرزور ترک گشتی می گیرد. ترک در حقیقت به قوت و چالاک بوده است، اما همسایی من علی علیف که کوهستان پسری خونسرد و جسور است ترک را برای گلیم چنان برداشته می زند که
تو گویی یک دسته ارغمچین را هوا داده است. ترک از جای خسته زیر لب حقارتی کوهستانی می کند. علی علیف سخن اوری را شنیده عجب حیران می ماند. هنگامی که غالب هم به ترک به زبان اوری حقارت کردن چی در کار؟ همشهر ورزش است می گوید. ترک به تمام حیران می شود. بناگاه گویا برادری گمگشته خود را پیدا کرده باشد. حریفان یکدیگر را به آغوش می کشند که این را دیده داوران و تماشابینان بیشتر از همه در حیرت می مانند. معلوم می شود که آن ترک از عائله اور بوده. آن عائله بعد اسیر افتادن شامل به ترکیه رفته است. هر دو پهلوان حالا هم اگر دیدار اتفاق افتد چون دوست ملاقات می کنند. یادداشتی پدرم. سال 1939 پدرم به مسکو آردنگیری رفته بود. آن وقتا این یک واقعه بزرگ بود. وقتی که او آردن در سر سینه به اول برمیگردد، جماعت اول خواهش میکنند که از مسکو کرمل میخائیل ایوانویچ کالینین که به همه آردن میسپارید این چنین از تأثیرات شیرین ترین خود نقل کند. پدرم همش را از یک سر نقل میکرد و میگفت از هم عجیبش این که میخائیل ایوانویچ کالینین نام مرا بروسینه به اوری تلفظ کرد. او مرا هم تو غمزت سدسه نه بلکه سدسه غمزت گفت. کوهنسالان اول حیران شده سری تحسین می جنبانیدن. انا دیدید گفت پدرم این گپ را حتی از من شنیده اینقدر خرسند می شود. تصور کنید که من این گپ را در خود کرمل از خود کالینین شنیده چه خیلی خرسند شدم. از روی وجدان بگویم چنان شادی کردم که آردن هم فراموش شده است. حسیات پدرم را من نظم می فهمم. یک چند سال قبل از این من در هیئت نویسندگان شوروی به لهستان رفته بودم. یک روز در مهمانخانه کراکوف دری حجره من تیق تیق شد. در را گشودم که شخصی ناشناس به زبان تازه اوری پرسید خانه غمزة الرسول همین است؟ من از شادی دست و پا خورده ماندم. خانه پدرت نسوزد فرو هم نرود. تو اور چخیل به کراکوف افتاده ای؟ قریب بود که مهمان رو بوس و کنار بکنم. او رو کشیده به حجرت را بردم. ما شبی دراز صحبت کردیم. اما مهمان اور نبوده است. وی عالم لهستانی به تحقیقات زبان و ادبیات داغستان مشغول بوده است. لفظ اوری را او بار اول در کانسلاگر از 2 نفر اوری محبوس شنیده است. زبان اوری و از آن هم بیشتر خودی اورها با او خوش می آیند و لهستانی با آموختن زبان ما سر می کند. بعد یک اور می مرد. دویمش عذاب و عقوبت‌های محبوسی را از سر گذرانیده عاقبت از طرف ارتش شوروی آزاد کرده می شود. او هنوز در قید حیات است. من و عالم لهستانی فقط به اوری گپ زدیم. این حالت برایم حیرت آور و غیر عادی بود. در آخر صحبتمان من عالم را به داغستان به مهمانی تکلیف کردم. آره ما آن روز هر دو با زبان اوری گپ می زدیم. اما بین لفظ من و وی فرقی کلانی بود. او عالمانه به زبان خیلی تازه درست اما به حد درست حتی خونسردانه حرف می زد. او بیشتر در غم گراماتیک بود نه در غم آب و رنگ نطق. شکل و ساخت کلمه و عباره ها را اندیشه می کرد نه جان و دل هر کلمه را. من کتاب نوشتنی هم که در آن از زبان و گراماتیک بلکه گراماتیک به زبان تابع باشد. به طرز دیگر بگوییم گراماتیک را به مسافران پیاده، ادبیات را به مسافری خچیر سوار تشبیه می دهم. مسافری پیاده التماس می نماید که او را به خچیر سوار کند. مسافری خچیردار آن پیاده را با قفای خود سوار می کند. آهسته آهسته مسافری پیاده شیردل شده صاحب خچیر را تنگ می کند. حتی فراورده پیش کردنی شده می گوید خچیر هم از آن من بارشم. زبان مادری اوری من، تو ثروتی من هستی، گنجینه من هستی که بر روزی سخت احتیاطش کرده ماندم. تو دوامی همه دردهای من هستی. اگر آدم با دلی سرود پرور تولد شده و گنگ باشد بهترش به دنیا نآید. من دلی سرود پروری دارم و این دل صدایی دارد. این صدا تویی، زبان مادری اوری من. تو مرا چون کودک از دستم داشته از اول به جهان بزرگ به نزد آدمان بردی و من با آنها از امروز و فردای کشورم حکایت می کنم. تو مرا نزد بزرگ بردی که نام آن زبان بزرگ روسی است. وی هم برایم زبان مادری شد.
از دست دیگرم داشته مرا به همه مملکت‌های جهان برد و من از او همچون از مادری ارده ریخیم منت دارم. ولی خوب میدونم که مادری خودم هم هست، زیرا برای علف در گیراندن در آتشدان خود از همسایه گوگرد طلبیدن ممکن، اما به طلبیدن گورگرد که با آن در دل آتش می افروزند نزد دوستان رفتن ممکن نیست. شرط نیست که آدمان همزبان باشند، همدلی از همزبانی بهتر است. میدانم که بعضی دوستانم اول خود را ترک کرده به شهرهای کلان کوچیده رفتند. این هیچ گپ نه. چوجه ها هم تا پرانچک شدن در لانه میشینند. اما در حق بعضی دوستانم که در شهرهای کلان استقامت دارند و اکنون به دیگر زبان خط می نویسند چی باید کرد؟ البته به کدام زبان خط نویسند اختیارشان، من با آنها نصیحت کردنی نیستم، لیکن آنها در نظرم با آدمانی مانند که به یک دست دو تربوز را برداشتنی می شوند. من با آن بیچاره ها هم صحبت شدم و فهمیدم که زبانی حاضر خط می نوشتگیشان اوری هم نیست، ولی هنوز روسی هم نشده است. زبانشان بیشه‌ای را به خاطرم می آورد که آنجا آدمانی محملی سهل انگار درخت بریدند. آره، من کسانی را دیدم که زبانی مادری به چشمشان هم بغل ناچیز نموده به جستجوی زبانی بای و بزرگتری کمر بسته بودند، اما تقدیرشان به بوز از افسانه اوری مانند شد. بوز بیشه می رود که دمش را همچون دمی مرغ دراز کرده بیاید، اما از شاخهایش هم محروم شده بر می گردد. یا خود نه آدمان به مرغابی های خانگی مانند این شنا کرده و غوطه زده توانت هم ماهی بری نه، کمی پرواز کرده توانت هم پرنده آزاد بری نه، حتی کمی نغمه پردازن هم بلبل بری نه. آنها از عهده یگان کار نمی برایند. احوال چی طور؟ پرسیدم یک روز از ابوطالب. یک نه حال گرگ نه حال خرگوش. میانه ابوطالب اندکی خاموش ایستاده، سپس علاوه نمود: احوالی از همه بدی نویسنده میانه حالی است. وی باید خود را یا چون گرگی خرگوش دریده یا چون خرگوشی از گرگ رمیده داند. از دفترچه خاطرات. روز جوانان اولی همسایه به نزدی پدرم آمده گفتند که آنها یک حافظ را خوب لط کردند. برای چی رو لط کرده؟ پرسید پدرم. وقتی سرودخوانی ناسای خنک میکرد، دروغ میسلفید، کلمه ها را غلط میخوند، دم چه راست میزد، دم سگ بر این اک میکرد. سرود را رسوا کرد. برای همین لط کردیم. با چی لط کردید؟ بعضی ها با تسمه، بعضی ها با مشت. با تازیانه هم زدن لازم بود. به گوجایش زده، بسیارتر به جای ملایمش، لیکن به پسی گردنش هم رسید. بیشتر قلبش عیبدار است. یاد داشت. چرا قصه دیگری را نیز حکایت نکنم مادام که به خاطرم آمد؟ در مخچقله یک حافظی اور است، نامش را نمیگیرم. خودش از دو سر پی میبرد. به من و شما نامش چی فرق دارد؟ این حافظ به نزد پدرم بسیار آمده خواهش می نمود که با آهنگ بافته او پدرم شعر نویسد. پدرم راضی می شد و سرودهای خوب می برآمد. روز چای نوشیده می نشستیم که رادیو اعلان کرد حاضر حافظی مشهور سرودی به متن غمزه صدسه آفریده‌اش را می خواند. همه کش داده نشستیم، پدرم هم، اما سرود را شنیده تا رفت بیشتر حیران می شدیم. حافظ طرز می خواند که یگان کلمه را صرفم رفتن ممکن نبود. به گوش فقط شفقونهای می رسید. حافظ سخنها را فرو می برد چنون که خروس اول دانه ها را به 4 طرف تیت می کند و بعد یک تا چیده می خورد. پدرم هنگامی واخوردنش با آن حافظ پرسیده است که چرا شعر را ویران می خواند. برای آن جواب داده است حافظ که دیگران چیزی نفهمند و به یادشان نماند. اگر این سرود در یاد حافظان دیگری کوهستان نیز مانند، آنها هم می خوانند. من می خواهم که تنها خودم خوانم. پس از مدت چند پدرم برای دوستان شبنشینی آراست که در بین مهمانان آن حافظ هم بود. در پایان شبنشینی پدرم از میخ دیوار قاموز تارهایش کنده را گرفته، یک تاری سستی آن را به زور تینگ تینگ ناخون زده به خواندن سرودی که آهنگش از آن حافظ بود شروع نمود.
سخنهای سرود را پدرم برا برا تلفظ میکرد، ولی آهنگی که به اسباب ویران موسیقی نواخته میشد هرگز با آهنگ موسیقی مانندی نداشت. حافظ به غضب آمده گفت که سرود او را با این خیل اسباب ویران نواختن ممکن نیست. تمام نزاکت و نفاست آهنگ برباد می رود. پدرم آرامانه جواب داد: من قصداً همین خیل می نوازم و می خوانم که یگان کس آهنگی تو را نفهمد و یاد نگیرد. سرودی سخنهاش نافهمان می شده است و چرا سرودی آهنگش نافهمان نمی شده است؟ داغستانیان به 10 زبان اثر می نویسند و به 9 زبان نشر می کنند. پس آنهایی که به زبان 10 اثر می نویسند چی کار می کنند؟ و این زبان 10 چی زبان است؟ به زبان 10 آنهایی می نویسند که زبان خود را خواه اوری باشد، خواه لکی و خواه تاتی فراموش کردند، اما زبان بیگانه را هنوز یاد نگرفتند. آنها از این مانده و از آن رانده شدند. اگر زبان دیگری را از زبان مادریت بهتر دانی، به آن زبان نویس. اگر یگان زبان دیگر را درست ندانی، به زبان مادریت نوشتن گیر، اما به زبان 10 ننویس. آره، من دشمن زبان 10. زبان باید قدیمی 1000 ساله باشد، در آن صورت به کار می آید. زبان البته تغییر می یابد و من به این گپ بحث نمی کنم. آخر برگ درختان نیز هر سال نو می شود. برگ کهنه خزان شده می ریزد، به جای آن برگ نو می براید، اما خودی درخت می ماند و سال به سال نشو و نما کرده سیرشاخ و نوده می شود و ریشه رانده پرقوت می گردد، عاقبت به وای رسیده بار می آورد. من به شما سرود و کتاب‌های خود را می بخشم. من به شما میوه درخت خرد اما تاریخاً قدیمی زبان اوری را پیشکش می کنم. زبان مادری. همیشه خواب ناچسبان عجیب است، به خوابم مردنم را خواب دیدم. بنیمی روز داغستان گرما، به سینه سرب من می آرمیدم. به شوخی سرکشانه جوی جاری است، منی از خاطری مردم فراموش. به خاک زادگاه یازیده بودم، که پیش از آن که گردم خاک و خاموش. من اینجا می مرم کس آگهم نیست، دمی جان دادنم کس نیست بر سر. عقابان در فضای دور نالان، غزال هر کجا با دیده تر. برای در سر خاکم گریستن، که حیفا در جوانی جان سپردم. نه مادر نه رفیق نه دلارام، آوازانداز زن هم نی به دردم. همین سان خفته می مردم به خواری، که ناگه از قریبی بر شنیدم. سخنهای 2 مردی گرم صحبت، به الفاظی خوشی آور شنیدم. به نیمی روزی داغستان تفسان، بودم در جان کنی اما 2 تن مرد. کدامین یک حسن مکار گویند، فلانی ای علی را حیله پرورد. شکفته خیره لفظی مادریم، گرفتم جان و گردیدم هواخور. بریدم پیکی درمانم ببخشد، زبانی مادری نه طب و دکتر. کسی را لفظ دیگر زنده سازد، که من با آن سراییدن ندانم. اگر فردا زبانی من شود گم، من اولا مردنم امروز خوانم. برایش جان و دل سوزم همیشه، زبانت کم بغل گویند میلش. صدا نتهد وی از اسمبلی ها، ولی بر من بزرگ و پاک و دلکش. نخواد از بحر فهم شعر محمود، بجوید وارثی ما ترجمانی. نخواد از شاعران آخرینم، غزل گوینده‌ای آور زبانی. پرستم زندگی سیارم را، دهی خردی نظرناگیری خوشنام. زیاد از آن دیاری شوروی را، سرودم در عبر با قدر الهام. بجانم قیمت است این کشوری هور، زی بلتیک
تا سخالین می پرستم. کجا لازم شود سر می سپارم، ولی گورم کنن اینجا که هستم. که تا از مرقدی پهلوی آوول، ابرها گاه گاه یادم آرند. رسول خویش را با لفظی آور، صدای بود غمزت را جگربند. کسی را لفظ دیگر زنده سازد، که من با آن سراییدن ندانم. اگر فردا زبانی من بمیرد، من اولا مردنم امروز خوانم. از دفترچه خاطرات. پدر و مادر یک جوان کوهستانی راضی نبودند که پسرشان زنی روس گیرد، ولی دختر از افتکار جوانی اول را خیلی دوست می داشت. روز جوان از دختر مکتوب می گیرد که آن به زبان اوری نوشته شده است. او مکتوب را همان زمان به پدر و مادرش نشان می دهد. پدر و مادر مکتوب را گشته و برگشته می خوانند و باورشان نمی آید. آنها چنان دست و پا گم می کنند که همان لحظه مکتوبی غیر عادی در دستشان به پسر اجازت می دهند که آن دختر را خانه بیارد. از دفترچه خاطرات. حاصل زمین برای دهقان چی باشد؟ زبان هم برای نویسنده همان است. در هر سرک دانه بسیاری و سرکا بیشمار، اما دهقان اگر دو دست در بغل کرده به حاصل رویاندش نگریسته می نشست، یگان دان به دست نمی آورد. غله را اول درویدن و بعد کوفتن در کار. غله کوبی هم حال و نیمی کار است. غله کوفته را باد داده تازه کردن لازم، سپس آن را آرد و آرد را خمیر کرده نان پختن در کار. ولی از هم اساسیش این که نان هر قدر ضرور هم باشد تمام غله را صرف کردن ممکن نیست. این را باید در نظر داشت. دهقان غله بهترین را جدا کرده برای تخم نگاه می دارد. نویسنده ای که همیشه زبان آموزی می کند دهقانی حقیقی است. می گویند بچه ها درختی را که در شاخش اکه خانه مانده است افتانیدند و با این کارشان خانه اکه را ویران کردند. درخت، چرا تو را افتانیدند؟ برای آن که من به آنها چیزی گفته نتوانستم. اکه، چرا خانه تو را ویران کردند؟ برای آن که من بسیار شق می کردم. می گویند سخن مانندی باران است، یک بارش نعمتی بزرگ، دو بارش خوب، به سه بارش برداشت کردن ممکن، دفعه چهارم که بارید بلای و آفت. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتار هفتم.